اسمت چی است بچه؟ اسمت چی است؟ اسمت چی؟ نامت چی؟ علی؟ علی؟ امیر جان قندت ازم. بیا با کشور تاجیکستان. ما از تاجیکستان. خوش آمدید. شهر دوشنبه. من یک شاه بچه اینجا زندگانی کرد، آباد کرد، هفته رفت. از او تاریخ یادگاری ماند. امروز آدم ها آمده اینجا زیارتگاه شد، استراحتگاه تماشا میکنن. من این پانورام عمومی ببین یعنی 4 تا هست. نمیده چی میگه اینجا چی هست درباره اینجا بگم؟ اینجا در اصل یک عمارت هست و ساختمان هست که حاکم کرمان در زمان قاجاریه اینجا رو ساخته برای خودش و خانواده‌اش. بعد این باغ رو هم به صورت طبقه ساختن. این آب هم از قناتیه که از کوههای بالادستش، کوه جوپار میاد. اما یه داستان جالب هم داره. این آقای نصرت‌الدوله که اینو ساخته خودش حتی یک شب هم اینجا زندگی نمی‌کنه. قبل از اینکه ساختمون تموم بشه فوت می‌میره. اصلا هیچ وقت از اینجا استفاده نکرد. ما برای ساختمونش هم کامل نیست. تزئینات و زیبایی‌های ظاهری براش نزده بودن. چون ایشون خیلی زود می‌میره دیگه. خیلی هم ظالم بود. ظالم بود. خیلی هم ستمگر بود.